مردک میدونی که پگای دیگه چی گپای؟ نه چی گپا؟ پگای دیگه چیسلای توی مونای پگای دیگه رو چیسلای تویه؟ ها؟ خیلی بعد او 8 سال چی توی مونه؟ خیلی که عمری بودم گذاشتن بگیرن خیلی دیگه مردک جان همیشه بگو که گاو میکشی یا گوسفند کایده؟ پگای دیگه ده آخه؟ نه گاو میکشم نه گوسفند برای من چی؟ زلفیه را میکشم زلفیه را میکشی؟ برای چی دوگانه مرا میکشتی؟ برای کی؟ انا میودم طریقتی مشنوس که زندگی من بربود داد حیاتم سوخت ممکنه اینجا بشینیم دیگه جا نباید بشینی خیلی جوده خاک بوده مصر بوده نشیده کدمیت کد بوده خیلی اجازت پرسیدیم که در آده قوقاتون هم اندازیم میگوی دیگه که ما شما پول قرض گرفتیم خیلی دختری خلا چیکار کنیم آخی نمیجا امرو ما انتظارم بیایا میرم ما 1000 کار و بار داریم ما میلیون کار داریم ما هم کار و باری خماقی سرگردانیم ما شما در یکم کار نداریم کجا دا کار میکنی؟ ایرپورت به شوخی؟ ما آدمی شوخته موننده میگم اکه یه شوخی کردیم یک مینو دا قهر کردی ها در امیجا نه ما قهر نمیکنیم اکو مقصد شما در حیران میشنده دختر مردم میگوی دیگه که ما دویدین شما را خوردیم اجازت پرسیم همجا دا بشینیم دیگه جا نیافتیم نه مالی بشین آخه ایمون نمیره جا بار گوداگ روی که ما از دو که تلیفونم پس شده نه من خود زنگ بزن نمیره مرا نبیرد که در امیجا برامد نمیره ایرپورت چی کار میکنی؟ نه بین ایرپورت یا دکانی کلون دارم که ناس میفروشم ناس؟ اخه گم شوه ما میگم بوی ناس کرده استی ای مردک ای تو مستی خورافته یه بار نمیری تو همون زمین خبر بگیری آچمچقا همه گندما رو خوردن ای بدان چیزی من زندگیه حالا اینی جاودان هوا گرم و خودم میتودم من برای بدان چیزیم که همین کمون پاون گندمی چمایه میمونی خورمه ای خیزای خود مستی خورافته دیگه ای بدان کدن نکن دنن من فکری دور دارم حالا به تلفن من میگم هم پای گندم دا کو رادیو را ماندگی من پای خونده تر حالا یه فکری دور دارم حالا به این چمچخا با باید گوش که دا گندم میخرن نه حالا یه فکری دور دارم حالا به الو آجی کدام رفتین کم نه الو سلام علیکم سلام علیکم رادیوی امروز شما رو گوش میکند شما اکا جان 24 ساعت فعالم میکنه رادیوی ما 24 ساعت فعال است اکا جان یه خواهش داشتم گوش میکنه ما در خدمت خواهی که ما همه که اکا 5 مینوت بعد رکلام میشه کو رکلام الان وقت رکلام ده شما میتونه که کیش بگن توبه و برای چی کش بگه آخه اکا برای همه که من در بین زمینم رادیوی شما رو ماندم سازه تینجره او برده سامو
آوردم اوه بیا این آوردم خندات تزم بچم دو بوشی گفتی آوردم گوش نماندم گوشنم که مند باشی بچم حالی به یک جایی با عبد میکنیم حضیرش ده بچم ما این جیلی که مر بیچه بزیفش این چاقم بشو بچم الله نمالا کم بشو وا همین جیل کمو بشون با چی با ما میشوش تو بشو یارو بشو که ما پگم مهمانی میرم بشو فهمیدی آخه؟ فهمیدم آخی نه که آخی با ما نخواه میرم بشون تو بکردم من وقتش ده گفتم گفتم ای بچم بخون بسواد شو یک جواب ده کار کو نون تو بنو که قلم بیو نخوندی بچم نخوندی آخه نه انا با گفتی که زن بتیم زن دادم تا آیا رو باید که زنی تو میشوش دیگه انا زنت خوندگی بسواد ای زنت کاری دولت میکنه انا زنت که کاری دولت میکنه خودت کاری خانه بکن فهمیده چاقم بشون با عبد میکنه بشو با هر دمون یک جای عبد میکنه چاقم رفتی با بیا کم که کارمو بینم تو بشو با بیار یارم حالی بشو مردک ای مردک جان ها تبریک نمیکنیم برای چی؟ اما پروامو گرفت مردک اخی گرفتی؟ تبریک انا تو میدونی چی مردک جان میگم یه ماشین بخرم تو را در پیش ماشینم بشنانم همین تمامی دنیا رو نشان بدم تو مردک جان همه ایجا رو ببینی نه که میدونی چی من یه چی رو مردک انیق نکرده سم همه چی خیلی ماشین بخرم لکس بخرم مرسدس بخرم تایوتو بخرم یا که یاگوار بخرم مردک جان خیلی همین خودت بگو که ما زیبی چی خیلی ماشین دارم چلی ماشین؟ ها ماشین جمعشویی خوش آمده زفر جان بابی جان خوش آمده خیلی نمی خونی ما این نمی مهمان شدین رحمت خانه و داری بزید خیلی که ما مرد میگن ستو خاندان نیاقی البته معلومه که ستو خانه میم ده همین گبزن در خانه میم اخی همین چی که یا مالک همین چی که پیما بگون که پیما میشه در خانه باورید بوی میرگن خیلی من توازره خیلی مرده که در روی زمین ندیدم نه که خیلی ممکن پیدا شده باشه من همین خیلیم بابی جان گفت همه اهل خانواده ده میکنن همش ده بودک زنک همه ده تو گبزنی در خونه چی خیلی اثبات بکنی؟ میخوای اثبات کنم مایلش تماشا کن زنک زنک ها همین خیلی تشنه موندم یا او بیار بخوریم برای خودت بخو اینطوری شد کو چا کردی؟ ستو خونه؟ وای ما اخی وای روست میگه چی راست میگه؟ اخی وای اکی میدونه که من چند کاو میخورم بیام برم نشان ته چی را؟ بازی نشان ته بازی بیا قمته تو پلان برم نشان ته بازی را چی را؟ بازی نشان ته تبرا دیگه خیلی بازی که چخلی بازی عروس بازی که چخلی عروس بازی انا فرض کنید رفت رفتیست که ای پیش ده دختر میبرویه خواه میگه که السلام علیکم دختری خوشرو بعد میگه که و علیکم بر سلام باش پرس بگو نامی شما بعد فرض کردیم که گفته که اگر نامی من لیلی اگر وای بگو اگر وای بگد بعد شما میگه لیلی شما که لیلی باشید من مجنون اگر فرض کردیم وای گفت که نامی من شیرین شما بگین که من فرهاد اگر گفت که ما زلیخا شما گوین که من یوسف دروغ بگم با این چی نمیگم
دیل دکتر هم خمیوان خبره برو نومی شما چیه؟ لیلی نومی ما مجنون نومی شما چیه؟ شیرین نومی ما فرهاد نومی شما چیه؟ السلام علیکم دکتر کشتم و علیکم ببخشید دکتر کشتم نومی شما چیه؟ نامی من؟ ها نامی من اصل اصل؟ ها نامی تو چیه؟ نومی من؟ چیه نومی؟ نومی من؟ ها نومی شما چی بود؟ نامی من اصل نومی من خیرس نبرو برن افتوای افتو مزرم سرز ویرونای ای مردک ای چی گپای با ما سامدی همی تو همی سهر سنی ما قسم نخوردی که ما دیگه عرق نمیخورم ای تو چی مرکه آدمی ها ما همون یم مرکشیم ای توبه تر نه او تر نصیحت کده بتونه نه اکه نصیحت کده بتونه نه اوچه نصیحت کده بتونه ای تو گپی کیره میگیری ها ای دیل ما گریفته همی عرق خریاته میخزم میرم خونی و تم جان نمیزنم جان نمیزنم جان نمیزنم برای چیه که؟ رنگی من مرک دیگه نمیاد تو دیگه هم عرق میخری ها؟ نه تو با عرق میخری تو برزی با من نمیخوردم